هول شدی. خب ازت چی بپرسم؟ فارسی بپرسم؟ باش. خب مبارک بگو ببینم یه شعر بگم ببینم بقیه‌شو بلدی بگی. اگر داری تو عقل و دانش و هوش بقیه‌شو بگو ببینم. برو دیپلم بگی آلاسکا بفروش. چیه پسر؟ مبارک اینا چیه یاد گرفتی آخه؟ این دیگه بلدم. حروف الفبا فارسی رو بگو ببینم. پر شدی. حروف الفبا فارسی رو برای بچه‌ها بگو. باریکلا الف ب ت باریکلا ت س باریکلا 4 5 کن ببینم. الف ب پ ت س 4 5 6 7 چیه؟ پسر تو چه کار میکردی سر کلاس؟ بابا دیرت شده؟ واسه ببینم حروف انگلیسی رو بگو ببینم. تو که گفتی فولم واردم انگلیسی رو بگو. هلو برو تو گلو. اون هلو نیست اون هلو یعنی سلام. هی میگه بلدم اصلا نمیخوام درس جواب بدی. بابا الان میخوام بریم مدرسه. برو ببینم بدو. مبارک باز دوباره میای ازت درس میپرسم و برو سر کلاس بشین قشنگ دقت کن. شلوغ خیابون راستا صبر کن. راستی خیابون رد شدن رو بلدی؟ برای بچه‌ها توضیح بدی؟ خب برای بچه‌ها توضیح بده چه جوری رد میشی؟ باریکلا اول این ور نگاه میکنم بعد اون ور نگاه میکنم. میام وسط خیابون میگیرم میخوام. وسط خیابون پسر جا خوابیدنه مگه؟ خوابم میاد. یعنی چی خوابم میاد؟ دیشب ساعت چند خوابیدی تو؟ ساعت 2 نصف شب. 2 نصف شب پسر برای چی خوابیدی؟ کمک مامانت میکردی؟ خب باریکلا کمک مامانت میکردی حالا میبخشمت. ولی بچه‌ها میدونی ساعت چند باید بخوابن؟ بچه‌ها ساعت چند باید بخوابی؟ 2 شب. باریکلا. خب ببینم چه کمکی میکردی به مادرت؟ باریکلا دندونا مامانم اون مسواک میزد. دندونا مامانت تو برای چی مسواک میزدی؟ کمکش کردی؟ پسر این چه کمکی آخه؟ بگو ببینم دیگه چیکار کردی؟ سرویس اومد؟ بدو سوار شد تا دیرت نشده. عمو آماده بزنی؟ بچه‌ها دوستان آماده دست بزنی؟ مبارک رفت سر کلاس تا برگرده دست بزن ببینم. مدرسته؟ آره بابا سرویس دیونجه میخوره؟ هی داده بیدار. مبارک اون بالا هستی مواظب باش بابا. مواظب باشا. بچه ها دست دارن میرم به مدرسه. مگه سر کلاس نبودی تو؟ جنازه گرفتی؟ آها اجازه گرفتی. خب بگو ببینم چی میخوای اومدی بیرون؟ گشنته؟ بچه جون برو یه چیزی بخور برو سر کلاسه. عقب میافتی. بچه دست ای بابا باز پیدا شد. چی ها تشنمه پسر. برو یه آب بخور برو سر کلاسه. بودو ببینم. دست باز دوباره پیدا شد. چیه بابا چرا میلرزی؟ چی شده؟ پیپی داری؟ پسر خجالت میکنی.